سرگذشتی قدیم. شب آرام بود، ولی این بار نه برف بلکه بوی بهار در هوا میگشت. از تیریزه نسیمی نرمی بهاری می درآمد که بوی گل و سبزه‌زارا می آورد. در صحن خانه خاکسارانه یک دهه تاجیکی درختان زردآلو گل کرده بودند، گویا آسمان پاره پاره و زمین فرود آمده باشد. چراغ روغنی در خانه آرام می درخشید. مادر جان، درست است که ما پیشتر پادشاهی بزرگ داشتیم؟ بله جانم، زمانی خیلی پیش سرزمین ما و اطرافش در یک امپریای بزرگ زندگی میکرد. امپریایی که تاریخ آن را همچون امپریای هخامنشیان میشناسند. آن چگونه امپریا بود؟ تصور کن پسرکم، جهان مثل این بهار بود، پر از رنگ، پر از زندگی، و در میان آن جهان شهرهای بزرگ بودند. یکی از آنها شهر شاهانه بود با نام پرسپولیس. شهر چگونه بود؟ ستونهای بلند سنگی داشت مثل درختان ابدی. دیوارهایش با نقشهای زیبا زینت یافته بودند. مردم از سرزمین‌های گوناگون با لباس‌های رنگارنگ، تحفه‌ها در دست، گویا خود سنگ‌ها حکایه می‌کردند. آنجا جشن‌ها می‌گذراندند. مردم می‌آمدند صلح و وحدت را نشان می‌دادند. هر کس حس می‌کرد که جهان یک عائله بزرگ است. پس همه خوشبخت بودند؟ هر دور و زمان هم خوشی دارد هم دشواری. بزرگی آسان به دست نمی آید و آسان هم نمی ماند. وقت می گذرد و حتی شهرهای بزرگ مثل پرسپولیس هم روز خاموش می شوند. پس چی می ماند؟ خاطره می ماند، حکایه می ماند و درس آن زمان ها می ماند. پسرم، تا ما بدانیم که انسان می تواند چیزهای بزرگ سازد اگر یک دل باشد، اگر دانا باشد، اگر مهنت کند. مادر جان، من هم می خواهم یک روز چیزی سازم که مثل این حکایه ها زیبا باشند. پس اول مثل این بهار پاک و زنده باش جانم، بعد علم آموز، آرزو کن و این آرزو را عملی بساز. بزرگی مثل گل است، اول در دل می شکفد. شب ادامه داشت، اما در بیرون بهار بیدار بود و در دل پسرک یک آرزو می شکفت، مثل گلهای زردآلو، مثل خود تاریخ که از پرسپولیس آغاز می شد و به آینده درخشان می رفت.